بابا الفضل نه من این کمکم نمیزم. پنیر خامه‌ای یعنیش ملایی. این دفعه اینزی ملایی رو رینزی چطور؟ دوستا سلام، امیدوارم که جور و صحتمند باشین و سر حال در هر کجا هستین خوش و موفق باشین. خوشم دین در ویلاگ امروز از ما. دوستا هوای کویته بسیار قشنگ ابری و امیدوارم که بارش کنه. نه آره خدا کنه که بارش کنه، دیر برف و بارش بده دیگه، نعمت الهیه. رایی هستم برای خرید در استور دیگه. شما قد از ما باشین بیننده که ما چیز خیلی میخری، خیلی هم قیمتیه. سودا هایی که میخری هم قد از شما مگی که چیز خیلی خریده و به چه قیمت خریده. خب بفری با تو یک سلام دعا کن و بس باره بخیر. خب بس زایدین سلام، خوبی جان مانچم جوره بخیرین. در هر جایی کستین جانچم جور باشد، وقتچم خوش باشد، کورشم پر باشد، آوشم یک باشد، نانچم گرم باشد. دوستامون رایش دیده استور، خدا هزار بار شکر این روز آوره. بعد از چند ماه های این روز آور شده، خدا کنه که باریش کنه. نه دیگه تاخیر بیننده باشیم دوستا. باشید دیگه. کم پیسه در جیب ما هست، امیدوارم کم نشنه، خیلی قیمتیه. خیلی جان در جور باشه. باز گفتی از که آر روز میخری امیر بوری یک دفعه بخری باشه، یک ماه دو ماه دقل راحت باشه. روز سودای کتش نه. او رضا خاطرش کار روز موری میری. آره او رضا دوستا خالصمون باشین دیگه که ما چیز خیلی میخری و چیز خیلی میری داخله رفتیم باشین خد از ما. اینجا ورده اشته؟ میگه این 390 بلده نیلفا بلده روی خانهش نه؟ و چپلای میگه بگیره اونجا خیلی شیخ کلمش اونجا پای کنگه اونجا پیدانج داریم. تو مایی 4 تا نبلده نه 6 تا نبلده 6 تا که دیگه هم بگیر 6 تا نبلده؟ ترکیه اینج چندانه 6 تا بیا سوزی هم چای سوزی اینی هم پنیره. آره پنیر خامه‌ای یعنیش ملایی. این دفعه اینزی ملایی رو رینزی چطوره؟ 3 رقم ملایی 4 رقم ملایی تو کو؟ نه اینی ایرانیه. یک رقم ملایی ای 2 رقم نش 3 رقم اون دو آخری وش پاکستانیه. آره 1 2 3 4 5 6 رقم. این دفعه اینزی ببری. این تست منی اینزی ازی ببری؟ مگیم یک کارتن اینزی ببری. چای سوز از این عرضه میگیری؟ نه تو خکشی نباشه. بیره خیشی خط دهید تو نه نیست کم بیتر نیش خوبه؟ بلیش بلین بلین زن موقعی خیلی قدر چای مخوریم یخشت چای گندون بگیرم زوستو قدر چیز نکی گندون بگیرم بل بیزمون گندون صافه؟ ایزو چیز داره قدر سکرم با شالی میگه چیز میگه اینجی داره نتی بورم بیدون بگیرم 3 دنم میگرم بله چندیه؟ دانه 115 کلمه بسیم این یک 299 فیه 265 ارزونج دانشتان پروانی ارزونج بگیرم بودنه بسه؟ بیره ریتا سنده خیره نه اینجا دالگنجیم یک دنه بگیرم لحظه بیا 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 بفری
یا ابوالفضل نه من این کمکم نه نگذاشتم نیه گیم نزاستم نیه دیگه نوبلز نه برسونه زیاد خیلی گروه لکت دل باش خیلی جمعونیش بچه ها آمد آبه فریبان روز چبوک شو بیا که خواست کنی نه وقت شد نه بیلش کجا بود؟ بیلش نجیب کجا بوده؟ ما این بینه فلسفه خود ده دوستا به حد قیمتی یک پرسان نکن خدا شاهد این 3-4 خلطه یعنی یک بوجی چاول یعنی هیچ مکارونیه 42,180 روپیش پیسه کم آوردیم پیسه پس ما گفت 1000 روپی دیگه هم بردیم ما 30,000 روپی در جیم بود یه اشکال نشد آره 30,000 در جیب که دادی و کم شد نیش جوری و آبه خاتونو بخشی قند سر میدانه چیز کار کنم بلده نه آوردم نه کس نه یک دینش بخشی نه آورده یکش بلده خود آورده دو دینه بود نه آره دیگه خاطینو است قنخور دیگه چیز کار کنی یعنی جوریش بلده زوسته آورده بیریانی الگو باین کمک رو یار واس کنی باین آره یعنی گندم رم آورده باین یک روز گندم بیریو کنی بلده شما زوسته پرسکایش صحبت کنی یار در بیننده ها نشان میدی که مو چیز فقط اینمی چند قلم جنسی که خریده چند می 42,000 پیش از برای خدا اینم سامانای میشم میگی همیشه چیز خلابه فریبا او کسته ای خیلی خوب شه بلده ظرف مرد بلده گوچلا مولا یعنی ایش بخشه دستشتویه یعنی یک درجان صابویه صابون لکس یعنی چاول میده و دون یک روز شیرگیرین پخته کن بخیره ایش قند از من اوش قند آجه یردم یک جای مخری اصل بخشه آجه آورده هم اصل آورده هم قنده این ناخدایه همیان نیم کیلویی نیم کیلویی یک کیلویی اینا بلش نوشته تو خانه 1 کیلو 1 کیلو 299 اینش خمیر مایه و این لوبیا رو بله خواه اینا در جمع بخشش من نشو بدید دوستا ایزی گندم 3 دانه آورده خواه این نسترسش یک بوجی چاول یعنی بوجی چاوله فریبا یعنی دبی مارکه مارکش هم نشان بده بیاد نزدیک بیاد نشان بده 9,000 روپی یعنی می چاولش ده 9,000 روپی چاول یعنی کارتن نوشنین تک مکارونیه ایرانیه 4,170 روپی خالی اگه میشه ارزم به حضور شما دیگه چیز خیلی چی با چیز خیلی بود نه یعنی ملایی کسا 1600 روپی اونمو یک خلطه ملایی یک کارتن ملایی اون مشته 1600 اونو شیر ترنگ که در تایلون چه باشه آجای او آجای شیر طولانه خوش نداره 1460 روپی شیر جبی خوش داره اونو روغنا را نشان بده این روغنا در هر قطیش 2180 روپیه در هر قطیش بوتالی بوتال روغن آره قطیه دیگه چیزا لوبیا و نخود نشزای دیگه یعنی خود بانچی مشنین اونجا لوبیا و اونجا مسته یا بلک دیگه میشته خوبتر بود یعنی میچایی وطنیه یعنی 130 روپی دادن میچایی دمینه یعنی قند سفید 190 روپی از برای خدا یعنی گاده 40 روپی بود یعنی 250 روپی منش 100 دانه نیه یعنی خود دیگه قیمتی از حد به اندازه دوستا وضعیت خرابه کارم نیه خدا یک خیر پیش کنه خدا یک بخشی بده یک شانه تخممون یک عالم رو پیش ده یک شانه تخم شده کجا بود یعنیش کیک بلده دوستو اونزی کیک آورده نامش چیز خیلی؟ توستی یعنی توستی اره خدای گفت خوشی یک جانی تستی 1050 روپیه نوشته اره دم از دکتر از مریضای گوناگون خدا نجات بده 42,000
186 روپیه. این می سودایی که ما این می چند قلم جنس آره یعنی می قصورده دیم 42186 روپیه این میشه. یعنی چاول قدر قیمت چاولا رنمیر ما در 4500 یک زمان میخریدم باشه خانه. او خیلی خوب بود. 2 بوجی 3 بوجی میورده نه؟ آره دیگه گپ گفتی نداره بفریبا؟ نه دیگه خدای وقت خوشی یک جان جوری بگه خدا دوستارم وقت خوش نگاه کنه در هر جای کسته جان چی جور باشه خدا آدم از مریضی از بیماری از دکتر از ترا نجات بده یا اش خیر قیمتی بلی عالمیه بل از موش نه چای خشک از برای خدا 700 روپیه نیم کیلو گا کیلو 900 روپیه بدین. آره 1 کیلو چه 700 روپیه ما از بازار میآوردم. آره خدا دوستارم وقت خوش نگاه کنه هر جای کسته اینی شامپو یک قور دادم نش 425 روپیه دوست از برای خدا. گام کی چش ده 400 روپیه بود. ولی این ریزش ده 425 روپیه. دیگه چیز نیه نه. دوستان اینی بود از امروز نه ویدیو اصلا گرفتم نشان دادم اصلا دانه 490 روپیه. یعنی چری کسته چری نه گاجر خبر نیم قیمت چه بلیس خود از این نوشته نیه و دو کاغذ هسته و تا پیدا میشه نوافت میشه. دیگه ارزم به حضورشم دیگه خیلی نبود نه؟ تو چه گزمونه من داشت سودا او خاطو؟ چیز نیه؟ پارچیش تو خود؟ پارچی خود غدر اینا لیزمی تاور پیدا نی و 1 ساعت وقت میگره. آره ناخود کسته کیلونی 299 روپیه. چکم 300 نوشته نگده؟ کیلو 300 بگه یک ناخود 299 روپیه. لوبیا برنج شوله‌ای کسته 148 روپیه کیلونچی. نیگه کسته لوبیا 390 لوبیا 390 روپیه. عدس 255 روپیه. از بیخیش که این دال بینجی قیمت خبری؟ دال بینجی 425 روپیه. آره دال بینجی 425 روپیه. جوری آورده بخش زوستو پوله جور کنی 190 روپیه که 130 روپیه بدونی. آش 85 روپیه. آش چند روپیه بود؟ 40 روپیه؟ امیا دانی 85 روپیه؟ آره ای خدایا ما خبرم داشت میدن نیورد. آنه 85 اون در خانه ادم جور کنه ماشین. خانه خیلی آسان پیش ندفعه جور کردی سیل کردی اون هم خوشمزه تر میه. آره هم ارزان میه. این نمکش خیلی زیاده. آره خبری؟ خیلی این دفعه کم گوردم. خیلی دوست. پیش زیاد میدونی کم آوردم. تو خدام کمات. تشکر از اینکه قد از ما بودین ویدیوهای از ما سیل کردین. دوستان لایک هم کنین. کسایی که نو در چینل هم دین سابسکرایب کن. یک جهان تشکر از همهشیم. شما رو به خدای پاک میسپاریم. خدا یار و نگهدار. خب دوستان تشکر که ویدیوهای از ما سیل نین. بازم سیل کن دوستان حمایت کن. ما در حمایت شما نیاز داره. دوستا چشم امید از ما شما این دوستا. ما نمیگی که بخش از ما پیسه رای کن. ما نمیگی که ما را حمایت مالی کن. فقط اینه که ویدیو از ما سیل کردین یک لایک کردین یعنی خودش حمایت. این حمایت خود ما دریغ نکن. دیگه شما رو به خدای پاک میسپاریم. الله یار و نگهدار. خب دوستا دیگه خدا حافظ دیگه. خدا یار و نگهدار.